خورکاشف شاعر توجیک روز 21 دکامبر سال 2022 با نشر یک مطلب با نام دعوت به دوئل شعر از کار هیئت داوران آزمون شعری تو قلب تاجیکستان دوشنبه اظهار ناراضگی شدید کرده. رئیس این هیئت حکمان رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان را به مسابقه 1-1 شعری دعوت کرده است. نورعلی خورکاشف می نویسد به آزمون 8 شعر و 4 دو بیتی در وصف پایتخت نوشته را پیشنهاد کرده. نوشته است هنوزم برام باورم که اگر استاد رودکی زنده می بود و این شعرها رو می خوند حداقل با 3-4 شعر من احسن گفته کفکوبی میکرد. اما به فرق از رودکی حکمان آزمون بنا به نوشته نورعلی خورکاشف به ما اجازه خواندن شعرهایمان را ندادند و معلوم می شود که خودشان هم آن شعرها را نخواندند. او می افزاید که برای هر داوطلب همگی 1 دقیقه وقت جدا کردند که کافی نبود. او می مانند اشتراکچیان اقلا 2-3 شعر خود را می خواندند. آسمان به زمین نمی چسبید که ثبت می شد و در تاریخ می ماند. مؤلف بر این است که دیگر همه جنجال و شکایت و نویس بیهوده است، زیرا تا امروز در این گونه آزمون ها کسی به داد کسی نرسیده است و نمیرسد. به این دلیل نورعلی خورکاشف رئیس هیئت حکمان ناظم قاسم را به محاربه 1-1 شعر دعوت کرده است. من با احترام سردار حکمان آزمون رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان شاعر خلقی تاجیکستان استاد ناظم قاسم را به مسابقه 1-1 شعر دعوت می نمایم. بگذار در وصف دوشنبه 1 غزل ایشان و 1 غزل من نویسم. اگر باختم تمام اشعار تو امروز خود را به دریای دوشنبه افکنده ترک شعر و شاعری میکنم. اما اگر برنده شدم به حکمان دیگر آزمون درس عبرت می شود و دیگر قماربازی نمی کنند. یگانه خواهشم این است که قضاوتگر اعضای اتفاق نویسندگان تاجیکستان نباشد، زیرا دقیقا اینجا هم قماربازی می شود. از این قبل فریدونشاه ابراهیم زاده یک آوازخوان جوان نیز هیئت حکمان آزمون تو قلب تاجیکستان دوشنبه را به ناحقی و بی‌عدالتی و حتی به فسادکاری عیبدار کرد. نظام قاسم و دیگر اعضای هیئت حکمان آزمون تو قلب تاجیکستان دوشنبه تا کنون به این شکایت‌ها پاسخ ندادند. دور نهایی آزمون تو قلب تاجیکستان دوشنبه روز 20 دکامبر در کاخ سروش جنبه شد و 33 نفر از بین 160 داوطلب برنده اعلام شدند.